121. پرکننده چیست؟ پرکننده اعضای پیرو جمله بوده. تأثیر حرکت و عمل جمله به آن روانه کرده شده است. پرکننده به سوالهای کی را، چی را، کی، چی، با کی، با چی، به کی، به چی، از کی، از چی، درباره کی، درباره چی و غیره جواب می شود. 122. حال چیست؟ حال اعضای پیرو جمله بوده. طرز، زمان، مکان، سبب، مقصد و حالتهای دیگری واقع شدن عمل را می فهماند. حال و سوالهای چطور، کی، در کجا، از کجا، تا کجا، چرا، از چی سبب، با چی مقصد، برای چی و غیره جواب می شود. 123. جمله ها از روی ساخت چند خیل می شوند؟ جمله ها از روی ساخت دو خیل می شوند: ساده و مرکب. 124. کدام جمله را جمله ساده می نامند؟ جمله که تنها یک فکر را افاده می کند جمله ساده نام دارد. 125. کدام جمله را جمله مرکب می نامند؟ جمله که از دو و یا زیاده جمله های ساده ترکیب یافته از جهت معنا و انوناسیون یگانه است جمله مرکب نام دارد. مثال: پگاه به کوه می رویم اما در آنجا نمی ایستیم. در جمله مرکب یک جمله سر جمله و جمله های دیگر جمله پیرو می باشند. 128. سرجمله چیست؟ سرجمله جمله ساده مستقل است که از یگان جهت باید ایضاح و تکمیل یابد. 127. جمله پیرو چیست؟ جمله پیرو جمله است که تابع سرجمله بوده برای ایضاح یگان اعضا و یا تکمیل آن استعمال می شود. 128. خیل‌های اساسی جمله مرکب کدام هایند؟ جمله های مرکب دو خیل می شوند. یکم پیوندک دار که در آنها واسطه علاقه پیوندک به حساب می رود. مثال: من دیدم که او گریه داشت. دوم به پیوندک که در آنها واسطه علاقه آهنگ به حساب می رود. مثال: به خانه من بیا آنها را می بینی. 129. جمله ها از روی آهنگ و مقصد چند خیل می شوند؟ جمله ها از روی آهنگ و مقصد 4 خیل می شوند: خبری، نقلی یا حکایگی، سوالی، امری و خطابی. 130. جمله خبری چگونه جمله است؟ جمله که به واسطه آن درباره چیز خبر داده می شود جمله خبری نام دارد. مثال: ما با او به مدرسه در آمدیم. آهنگ در آخر جمله سوالی حذف می شود و در آخر آن نقطه گذاشته می شود.